خوش اومدیم این ویدیو. اومدیم با آموزش ای فوتبال موبایل، آموزش دریبل زدن را به شما یاد بدهیم. اگر لایک و ساب نکردی حتما الان لایک و ساب کن که بریم به سراغ ویدیو. لیتس گو. و الان میریم در ای فوتبال، همراه شما باشیم. و مهدی هم همینجاست، مهدی که حتما بریم ویدیوهاشو بازی کنیم. محمد مهدی یعقوبی عکس ماشینه، حتما بریم لایک کنیم، اونم سابم کنیم. و الان اومدیم فوتبال 2025، بریم در بخش تمرین و نشون بدیم. الان یکم میکشه. الان اومدیم با هنگ جذابش بگیتیم. الان تو خودش جدیده سنه بچه ها ویدیو رو ببینید. ارلینگ هالند، روبرت لواندوفسکی. یکم هم بچه ها هنگی داره و با این برنامه که دارم میگم الان این دریبل دبل تاچ هستش، این دریبل دبل تاچ هستش. خودتون ببین اینم دریبل زیدانی، اینم دریبل زیدانی. میبینیم بفرما این دریبل هم که اگه ببینیم اینجوری داریم میریم اینو مخالفتی و هم ببخشید الان نشد. دیدین الان میخواست بکنه نذاشت. ببین این دریبل زیدانی. اگه میخواید این دریبل یعنی این دریبل رو ببینیم، یعنی مثلا ببینیم دبل تاچ اینجوری هسته. نیمار بگیره اینجوری. ببین اینو اینجوری میکنی، اینو زود میزنه. ببین الان خودش این که ای فوتبال کسان که ای فوتبال 2025 دارن اینو ببینین. دیدین این من دریبل زیدانه، اینم یه جور دریبل زیدانی هستش بچه‌ها. این الان دبل تاچه، این دبل تاچه، نه این دریبل زیدانی. من فکر کنم این دو جوره دریبل زیدانی. یکی ببینید همین جوری، یکی ببینید الان زدم نیمار. واقعا بچه کسانی که نیمار دارن خوش به حالشون، خیلی خوب دریبل میزنه لعنت. الان میرسن اگه آموزش شدم الان بهتون میگم. اگه شوتو این طرف سن خیلی مکمله. میبینیم مثلا گل نشد ولی خیلی خوب بود. و وایسین الان کار هالند دیکسون. اینم که شوت معمولیه، همه اینجوری شوت میزنن. این شوت کاتدار هستش بچه‌ها. این الان با روبرتو کارلوس میزنن. دیدین شوت کاتدار خیلی خوب هستش، به دردتون میخواد. زان که مثلا چجوری بگم خیلی بهتون کمک میکنه. ببینید الان خیلی خوب زدن. بعد الان کورنر، برای کورنر کشیدن اینجوری براتون پیشنهاد میگم، خیلی خوب هستش. الان ببین سانت اینجوری هستش بچه‌ها. الان خود بازی کنم نذاشت گل بشه. ببین اینو اینجوری بچین، این کلا پاس عجیبی مثلا کنار بالا هم بکشین سان میکشه، ولی به نظر بالا رو به شما ترجیح میدم. اینجوری زیاد استفاده نمیشه به کنار زدن، ولی ببینیم بعد دیگه گل شد. پشموت این فیک شدم براتون الان یاد میدم. فیک شد، ببینیم شد دادی الان درستش فیک شد. بگم مثلا
آها اینا فیک شوت هستش بچه، ولی فیک شوت خیلی به در میخوره. بعد اینا بود آموزش های ما. اگه یه دریبل هم میخوای الان بهتون یاد میدم. اینو کل پالمر داره. کل پالمر مهدی اومد بچه. سلام چه قرار شبیه از مسافرت طولانی بزنیم. باش منم دارم آموزش میدم. چی رو؟ این فوتبال دیریپ زدن رو. 12 بار من آموزش داده ولی زیاد نگرفتم. آره این اصلا من دارم کارخانه همون بازی رو دارم بازی میکنم. فیفا. آره کارخانه فیفاست. و بچه اگه میخواین بازیکنتون برگردون بزنه حتما بریم به مثل ببینید الان بریم نمونهشو براتون نشون میدم. بذار الان میاره. مثلا میده گیم پلی ترکیب خودتون و میریم در اینجا پلی بیلز. بعد اینجا مشخصات بازیکن میگه کجا بازی میکنه کدوم میگه و میری همین طرف این طرف هم نشون میده کجا بازی میکنه. اینجا هم که میگه خودتون میدونید پاسچند پاسچش اینا ببینید اینجا بچه اگه در بیش از 10 تا کنیم منم همین فیفا رو نصب میکنم. اگه بیش از 10 تا کنیم همین 10 تا لایک 10 تا لایک کامنت هم بکنید. کامنت چند تا باشه ببینید اینجا باید بازیکن تو اکروباتیک فینیشینگ داشته باشه. ببینید پلیر اسکیلز یعنی بخش پلیر اسکیلز اینجا نگفتم همین طرف. اینجا هیدینگ داره، ریسینگ شوت داره، لانگ رنج شوتینگ داره. از اینا اکروباتیک فینیشینگ باید بازیکن داشته باشه تا برگردون بزنیم. نصب زدم. ببینیم بچه نشون بده. نصب زدم دیگه. قرار من قایق بسازیم. نشون بچه هر درست دیگه هر درست داره نصب میکنه مهدی. مثلا الان لیواندوفسکی اکروباتیک فینیشینگ داره. اینجا ببینید هالند هم اکروباتیک فینیشینگ داره 100%. خدا من دیدم بخش پلیر اسکیل و اینجا اکروباتیک فینیشینگ هم داره هالند. و این بود از آموزش ما و به این ویدیو امروز هم تموم میشه و بچه با مهدی هم خداحافظی کنیم. قایق بسازیم. قایق بچه خدا نگهدار.